سفارت تاجیکستان در روسیه در صفحه‌اش در فیسبوک درباره از روسیه به وطن برگردانیدن دو کودک تاجیک خبر داد. در اطلاع رسمی سفارت گفته می شود که روز 15 سپتامبر سال 2022 با مساعدت خدمات کنسولی سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه، شهروندان نابالغ جمهوری تاجیکستان تورای و فرانوز خبیب‌الله‌یونا و کروچکیخ مریم سیدمومنونا که در روسیه بی‌پرستار مانده بودند به جمهوری تاجیکستان فرستاده شدند. سفارت گفت مریم و فرانوز طبق سازشنامه کیشینیوف اوید به همکاری‌های دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل وابسته به برگردانیدن شهروندان نابالغ به وطن برگردانیده شدند. درباره اینکه این دو کودک به چه سبب در روسیه بی‌پرستار مانده بودند یگان شرح داده نشده است. سفارت ذکر کرده است که در سال جاری 14 شهروند نابالغ جمهوری تاجیکستان را از روسیه به وطن برگردانیدند. بسیاری از مهاجران تاجیک در روسیه به زنان محلی و یا با شهروندان کشورهای دیگر ازدواج کرده از آنها صاحب فرزند میشوند، ولی بنابر وجود مشکلات زیاد حقوقی در برخی موردها پدران تاجیک از حق و امکان نگاهبین فرزندان خود محروم میشوند و این طفلان یا در دست مادران روسشان میمانند و یا به یتیمخانه میافتند. اخیرا یک زن و شوهر از تاجیکستان توانستند توسط دادگاه ایرکوتسک فرزند الکی 5 ساله‌شان را برگردانند. این کودک را سال 2017 بلافاصله بعد تولد شدنش از دست پدر و مادر تاجیکش گرفته با یک عائله بی فرزند به فرزندی داده بودند. وقتی که پدر و مادر تاجیک برای برگردانیدن فرزند خود تلاش کردند، هر دوی آنها را از روسیه اخراج کردند، ولی آنها توانستند که برگردند و با کمک کنسولگری تاجیکستان در نوسیبیرسک و جمعیت تاجیکان ایرکوتسک دخترچه خود را پس بگیرند.